2 دکبر 10 کم 9 ساعت سوید نیست. این اوهال به کسال مل نشود زمل میشن. کجایی نگاه میکنید؟ اینا برادران یا کنید برف نگاه کنید در یک لبه بحر در تاجیکستان در روز سوید نیست، در روز شب در خونه ها سوید نیست. نگاه کنید یک لبه بحر این برف را روشن میکنه. نگاه کنید نه در آسیا در شهر سنت پترزبورگ برف را روشن میکنه سوید. نگاه کنید در تاجیکستان در خونه ها مردم سوید نداره. در آسیا نگاه کنید نمیاد سوید خریده همه سوید قیمت در آسیا نگاه کنید چه پارچه وای نه لبه بحر ده یگون ادم نرفته یگون نیست. مراجعت من با امام علی رحمان و رستم امام علی، ما میخوام که شما ایسر قدرت بروین برای که شما مورا که گوریت زایبت کردگین. میفهمید شما میرا زایبت کردگین با شما یگون کس آواز نداده با شما یگون کس آواز نداده برش کمتون اینو مینه امام علی رحمان التماس بیاین با نغزی بروین ایسر قدرت. همه ژورنالیست گپ زد و گپ حق گفت کار حق گفت. در تاجیکستان کار نیست گپ حق گفت آخه در تاجیکستان کار نیست مگر برو دزدی کند آدم کشی کند و شما آدم کشین و شما دزدین. شما قاین ملتید، شما قاین خلقید. شما گپ زدید شما ما را تروریست میگید یا که یگون چیز دیگر میگید. در شهر اسفره دهات چورکو برای همونجا را سوی بکن. پال نگرفتن قرغیزا گرفتن. مسلمان اگر نمیتونی جای خالی کن آخه برادر چی کار کردی؟ امام علی رحمان ایسر قدرت برای کادرهای یاشان کادرهای یاشان ما میخواییم ما ترا نمیخواییم. برای ایسر قدرت التماس با خوبی با نغزی خسر بچهات خیش اولادات تمام جا را جزیر کردید گرفتگین گپ زدید میبرین مخرم میکنی. مسجدها را هوی کن سویتا گریان کن. تو چه خیل انسانی که سویتا کشتی سویتا 10 بار سهمیه فروختی با من لیش نما خودم 10 بار سهمیه خریدگیم. تو ایزا نمیکشی کو همون پلا کجا شد؟ چی به سویتا میکشی؟ آدمای پیر در خانه ها هستن که فرزندای میوب ویا چیکار میکنن؟ تو فکری ویا نمیکنی کمتر؟ یه بیا التماس با خوبی برای سر قدرت جا را خالی کن. ما نمیخواهیم استعفا. ایچی گپا ایچی روزایی که مردم نمیمونن کار کنه در وطن خودشون. ایچ خالی بهشت روی زمین ای که همه ای بهش میگریزن میروان بیزارن ای بهشت روی زمین شما. تام تا فکر کنین مردک گودک فرزند او سحر ای کار میبره ای مستیشن که دیگه با همون فرزنداش یک غذای شبانه و یا که پگاینه شونه خرابره ای آرد شما را بی روغن شما را بی نرخ دکیم کجا فقط خلق شما باید ظلم کنین یا ظالم شما. تام ای خدا بترسین شما در وجودتون دیگه ایمان هم موندگی نیست. فراموش کردگین که شما دیگه در کدام حساب خداوند دیگه حیاتون هم بروردگین. فقط در فکر همون که یا خلق چیکار کنین فقط چیکار کنین با کدام قانون بروریم ای مردم پول کار کنین. مردم در خنکی برف زده سوید ندارن. شما فقط همین کارتون همین حرام خوری بس کنین مردم کمتر با همون زندگی خودشون برن نه جای کار دارن نه جای چی دارین مردم خوش همین مکین شما. خداوند شما را لعنت کنه ان شاء الله و رحمان. ای شما در خیلی سرسختاش به سزای عمل شما رسیدن ان شاء الله میبینید شما دنیا در دست شما نیست.